آیا ترجیح می‌دهید میلیونر بی‌سواد باشید یا کارمند باسواد؟ این سوال است که ذهن بسیار را درگیر می‌کند. مردم معمولاً موفقیت را در پول زیاد می‌بینند یا در دانش و مدرک. اما آیا واقعاً این دو کافی هستند؟ امروز می‌خواهیم با هم این موضوع را بررسی کنیم. میلیونر را می‌بینید که بدون تحصیلات رسمی اما با خلاقیت و شانس به ثروت بزرگی رسیده است. او می‌تواند شرکت‌های بزرگی داشته باشد، اما شاید برای نوشتن یک قرارداد یا درک مسائل پیچیده به مشکل بخورد. اما یک کارمند باسواد او سالها درس خوانده و مهارت‌های زیادی دارد، اما با درآمد محدودی نمی‌تواند از تمام استعدادهایش بهره برداری کند. زندگی او پر از تلاش است، اما شاید همیشه حسرت داشته باشد. یک میلیونر خلاق می‌تواند شغل ایجاد کند، به دیگران کمک کند، اما نداشتن سواد ممکن است باعث اشتباهات بزرگی شود که نه تنها ثروت او را از بین ببرد، بلکه به دیگران هم آسیب برساند. مثلا اگر یک میلیونر نتواند سرمایه‌گذاری درست کند یا اصول مالی را درک کند، ممکن است کل ثروتش را از دست بدهد. از طرف دیگر یک کارمند باسواد با دانش و تلاش خود میتواند جامعه را بسازد، اما اگر نتواند از این دانش برای پیشرفت مالی استفاده کند، شاید همیشه محدود بماند و از فرصت‌های بزرگ زندگی بی بهره شود. ممکن است فردی با ایده‌های عالی به خاطر کمبود منابع مالی نتواند کسب و کار خودش را شروع کند. پس کدام مهمتر است، سواد یا ثروت؟ حقیقت این است که سواد و ثروت به تنهایی کافی نیستند. ثروت بدون دانش مثل ماشین بدون راننده است و دانش بدون عمل مثل نقشه بدون مسیر. موفقیت واقعی زمانی به دست می آید که هم دانش داشته باشیم، هم از آن برای ساختن آینده بهتر استفاده کنیم. هدف اصلی باید این باشد، نه تنها زندگی خود را بلکه زندگی دیگران را هم بهتر کنیم. بیایید علم را عملی و کاربردی بیاموزیم، نه نمایشی. حالا نظر شما چیست؟ آیا میلیونر بی‌سواد را ترجیح می‌دهید یا کارمند باسواد را؟ یا شاید ترکیبی از هر دو؟ نظریات خود را با ما به اشتراک گذارید و با ما همراه باشید تا راه‌های موفقیت را کشف کنیم.